بسیار بحث ها سر از است که مردم ما همیشه میگن که سر طلاق در قوم ها نیست. یعنی وقتی که یک خانم طلاق میگیره بسیار یک نام بد کمایی میکنه برای خانواده، برای پدر و مادر، برای قوم خود، برای اصل و نسب خود کمایی میکنه. من میخوایم نظر شما را داشته باشم که نظر شما در این مورد چی است استاد؟ اول خب خانم نایی اجازه بتینی را بگویم که خود طلاق یک لفظ بد، یک مورد بد و یک بیچارگی است، یک وضعیت بد است. ما در یک حالت بد، در یک وضعیت بد، در یک جریان و در یک حالت بسیار ناگوار قرار میگیریم، بعدا میایم و تصمیم میگیریم که جدا شویم، به اصطلاح طلاق بگیریم. ولی اینمی موردی که عزیزان ما معمولا بیان می‌داره که گویا طلاق در قوم ما نیست، کار در قوم ما نیست و کار در قوم ما نیست. ما ایران میمانم که بعضا وقتی ما میبینم و نظاره میکنم، میبینم که در قوم یا خشونت است، در قوم یا فریب است، در قوم اینا خیانت است، در قوم اینا هزار رذالت است، ولی در قومشان جدایی که به نفعشان است و یک تصمیم سالم است بعضا بازو در قومشان نیست. میخوایم بگویم که امی ازدواج، امی زناشویی، امی زندگی اصلا کجایش و چقدرش اصلا به این قوم ربط داره، چقدری به این قوم ارتباط داره. این برای من بسیار بعضا جالب میشه. من فکر میکنم که ما نه تنهایی که قوم را بعضا بهانه میکنیم، ولی کل قوم میگه که او بیادر او خواهر جدا شوین با هم. ما اولادا را بهانه میکنیم، ولی اولادا اگر در این زندگی که شما فعلا جور کردین به بینی رسیده باشه و هر لحظه آسیب بخوره، از او که خوب جدا شویم. اولادا خودش میاد پیش اردویتان که او مادر روی خدا رو بیبی، او پدر روی خدا رو بیبی، برو جدا شو، ولی شما جدا نمیشین. پس کدام اولادا منظورت است؟ کدام قوم منظورت است؟ این بعضا بر من جالب میشه خانم که ما چی رقم یک قضاوت میکنیم یا چی رقم مثلا یک برخورد داریم. استاد شما فکر کنید که وقتی که قوم مهم است یا دین مبین اسلام، وقتی که در دین مبین اسلام آمده، در کلام الله حق آمده و در حدیث پیغمبر ما آمده، پس آیا دین مبین اسلام مهم است، احادیث پیغمبر مهم است، کلام حق مهم است، یا ای که قوم و قبیله و اصل و نسب و خانواده مهم است؟ امیر آدم از نظر شرعی، از نظر منطقاً بحث کنه که چیزی که دین مبین اسلام حکم میکنه اونمو کاملا درست است. چیزی را که شریعت حکم میکنه از نگاه طلاق و از نگاه ازدواج، اینمی کاملا درست است. وقتی که ما خدای ناخواسته بلا نسبت سر دین مبین اسلام پای میمانیم، او را قبول نداریم، اما قوم و پدر و مادر و خانواده را ما ارجیت میتیم، این خودش به ذات خود بزرگترین یک گناه است. او زندگی چه قسم یک زندگی است که پدر و مادر 24 ساعت جنگ داشته باشه، اولادا نان صبح و چاشت شبشان به اصطلاح عامیانه در خون تر باشه، ولی اینا به خاطر حفظ نام و نشان و اصل و نسب و خانواده و قوم و قبیله نخواهند که از یکی دیگر جدا شوند. بدون شک، اما طوری که شما لطف کردین و گفتین که طلاق بدترین یک پدیده است. آیا شکنجه روانی که آدم بر اولاد خود میده این بدترین یک پدیده است یا ای که طلاق؟ کدامش استاد؟ به نظر شخص من طلاق، به خاطر از اینکه ما اولاد خود نجات میدیم. متاسفانه همینجا نکته بسیار خوبی را شما اشاره کردین. من متاسف هستم به وضعیت و حالتی که شما بعضا میاین و ارزش‌های بسیار بلند را، اصول مناسب، قوانین را، دنیای امروزی را همه را پشت میکنین و میاین به خاطر چند مورد و چند صحبت و چند حرفی که متاسفانه دارین اقدام میکنین. خانم یک چیز جالب در اینجایی هم است که بعضا دیده شده که جنگای اینمی دو نفر، رسوایای اینمی دو نفر، بی عزتیای اینمی دو نفر، پستایی که اینمی دو نفر بر علیه یکی دیگه خود در شبکه‌های اجتماعی میکنه، لایف هایی که بر علیه یکی دیگه خود میان، زنده به برنامه در تلویزیون ها حضور پیدا میکنه، او در قومشان است، او رسوایا در قومشان است، ولی در قومشان نیست که اگر جدا شوند طلاق شوند که یک حکم شرعی است. دقیقاً
و می متاسفم. الفاظ را که این خانم شوهر بر یکی دیگه خود در حالتهای جنگ به کار میبرن استاد، از امو کده که بدترین جملات نیست نثار یکی دیگه میکنه. آیا این حق حرمت کردن ای به نظر شما منطقی است، اصولی است؟ اما باز پس یک ساعت بعد چپی میشه و میگه ما به خاطر اولادای خود جدا نمیشیم. امی احترام و نزاکت که ما بین دو نفر است، ما بین زن و شوهر است، اینمی وقتی که از بین میره، پاشیده میشه، دیگه او زندگی چی مزیت داره استاد که اینا زیر یک سقف با هم زندگی کنن؟ اما اولاداش ما تو اینجا میتونن میبینیم به خانم همچون رئیس، پدرها و مادرهای ارزش و احترام قائل شون استاد. به نظر من خو هیچ امکان نداره این مثلا. ما در اینجا میبینیم خانم نایید بله که چند بار به محکمه رفته، چند بار به حوزه رفته، چند بار قوما شیشته، مردم شیشته ری سفیدا شده، چندین بار به جلسات ما حضور پیدا کرده، چند بار از زدن و لطوکوب و خشونت به شفاخانه رسیده. اینا در قومشان است. وقتی بحث طلاق می بازو در قومشان است. شاید بله براتون جالب باشه، حتی برای ما بعضی از عزیزان می نویسه که استاد شما چرا برنامه‌های طلاق دارین؟ چرا در مورد طلاق صحبت میکنین؟ حتی بعضی اوقات این عزیزان ما با برنامه‌های ما مشکل داره، حتی از برنامه‌های ما حراس داره. استاد، با معذرت که میان صحبت شما هم داخل شدم، اینا از حقایق حراس دارن استاد. اینا از حقایق حراس دارن. اینا قسم است، امی شرایط زندگی از اینا قسم است، یا طرز تفکر از اینا قسم است که امی یک پرنده است به نام کپ، میشناسینش؟ کوک که به زبان عامیانه که میگن بله کوک. بله وقتی متوجه خطر وقتی که متوجه کوک میشه، باز کوک سر خود در یک جای پت میکنه، فکر میکنه خودش که دیگران رو نمیبینه، فکر میکنه که مرا هیچ کس نمیبینه، در حالی که پشت سرش کلگی میبینه. بله بله. اینمی تیپ مردم ها از حقایق حراس دارن. شما چون متاسفم. حقایق میگین استاد، شما چون پدیده های منفی جامعه را برملا میسازین، شما همیشه متوجه باشین استاد که مردم از حقایق حراس دارن. هیچ کس هیچ وقت ندیده باشین که یک کسی که اما تو صاف و پاک حقایق بیان میکنه اونمو آدم کس خوش داشته باشه یا بپذیره یا جامعه بپذیرش. اینا زمانی که شما حقایق در رابطه و بدترین پدیده که پدیده طلاق است، شما وقتی که می حقایق بیان میکنین، شما وقتی که حقایق راجع به رابطه های زن و شوهری بیان میکنین، از او خاطر اینا میترسن از برنامه هایتان، چون شما حقایق میگین. متاسفانه. حالا تحلیل ما ای است در کل، در نتیجه خانم نایید، بله. که خدا هیچ کس را مجبور نکنه، خدا هیچ زندگی زناشویی و مشترک را به این مرحله و این وضعیت نرسانه که از هم جدا شود. ما بارها گفتیم که طلاق مثل یک عملیات جراحی است، طلاق مثل قطع اندام است. ولی عزیزان، دوستان، اگر دیدین که دیگه هیچ چاره نیست، اگر دیدین که دیگر به یکی دیگه تان آسیب میزنین، اگر دیدین که به اولادا آسیب میزنین، اگر دیدین که روز تا روز بدبختی را بیشتر و بیشتر میسازین، در این صورت من پیشنهاد میکنم که طلاق خوبترین کار و خوبترین تصمیم خواهد بود. تشکر از شما استاد محترم.